به به دلانگیز جان، اومدم یه سری وسیله بهتون معرفی کنم که اگه داشته باشید دیگه آدم نیستید، یعنی فوق آدم میشید و بهتون قدرت عجیب و فراانسانی میده. خیلی باحاله. فقط قبلش اون قلب قرمز رو فراموش نکنید بزنید. مرسی. بریم تو کارش. راکت نفربر پرنده اولین موردمونه. شما از اینا میخری بدون اینکه چیزی بزنی، میری هوا، قشنگ پرواز میکنی. اگه یکی از اینا بخوایم باید $5000، یعنی چیزی اولوش 140 میلیون تومان پول بسلفی. علاوه بر خود دستگاه هم 2 روزم آموزش مجانی داری، یعنی 140 میلیون میدی، بعد دیگه میتونی پرواز کنی. عزیزان هوانورد و فضانورد پولاتون جمع کنید، یکی از اینا بخرید و پرواز رو به صورت واقعی تجربه کنید. وسیله عجیب بعدی این لباسه. یه کارخونه چینی اومده لباس کامل آیرون من رو با بعضی آپشناش تولید کرده و به قیمت $13000، یعنی اولوش 350 میلیون تومان داره میفروشه. پول پرشیا میدی، یک لباس آیرون من با آپشن میخری. این لباس عجیب و غریب نور داره، بعضی جاش باز و بسته میشه، سخنگو تشریف دارن، روپایی ببخشید نه. با این لباس زمینم بخوری چیزی نمیشه. ولی چه خبره شما بخوای 350 میلیون تومان بدی یک لباس بخری؟ اگه فیلم ترانسفورمرز رو دیده باشید، یکی از شخصیت‌ها این کلاه عجیب و غریب داشت. حالا تو واقعیت هم دوستان اومدن این کلاه رو ساختن که نه تنها خیلی مقاوم و محکمه، بلکه با صداتون میتونید بهش دستورم بدید که چیکار کنه و چجوری بشه. همینطور میتونید با ریموت مخصوص هم کنترلش کنید یا به گوشی مبارک وصل کنید و آهنگ مورد علاقتون رو پلی کنید و کلا یه وضعیه بر خودش. سپر کاپیتان امریکا رو هم تو بازار دوستان اومدن دارن میفروشن. یعنی از جون مرغ تا شیر آدمیزاد همین داستان ماست دیگه. شما میتونید این سپر رو به همون شکلی که تو فیلم‌ها دیدید تهیه کنید، ولی حالا کجا میتونید ازش استفاده کنید دیگه؟ مثلا چه میدونم هر جا خودتون فکر میکنید میتونید ازش استفاده کنید. مثلا تو صف خرید بعضی چیزا به نظرم خب خیلی کاربردی میتونه باشه. یه دستگاهی هم بود که تو فیلم‌های مارول باهاش میشد دنیا رو کنترل کرد. برادران چینی با تلاش شبانه روزی و بیوقفه خود اون رو هم ساختن. این دستگاه الکتریکی، صداها و نورپردازیش مثل تو فیلمه، ولی دیگه شرمنده که باهاش کاری که شما تو فیلم‌ها میتونید بکنی اینجا نمیتونید بکنی. همون سیس مثلا جذابیت خودشو داره که گجت مثلا شاخ خریده شو، ولی دیگه شرمنده که باش نمیشه همون کارا رو کرد. اما شما باور کن تا چند سال بعد اونقدر پیشرفت میکنن که همون آپشنا رو میان تو این دستگاه جا میکنن. حالا این شما با مداد جو یادداشت کن، بعدا میفهمی من چی گفتم. آقا حالا شما بگید کدوم وسیله رو دوست داشتید که الان میداشتیدش؟ لایک رو هم بزنید اگه نزدید و تا ویدیو بعدی هم دلانگیز بمونید.